سلام شما که خوش اومدید. تو این ویدیو بریم با هم دیگه سم خالص ببینیم دوستان. من حقیقتا اگر شما دوست داشته باشین داخل کامنت بگید که پارت برای شبارتون بسازم و شما بریم با هم دیگه سم ترین آگهی‌های دیوار ببینیم. مثلا همه آگهی‌های دیوار سمن، اما ما بریم فری فایرش ببینیم. ما داخل فری فایر دو تا حالتن، فکر 90% تبرن. اولا دوم اینکه چند چیز سم بگم. برای مثلا اکانت من میخوام با اون قیمت گذاشت کنم 3 میلیون، چون مثلا خیلی وایت تو اینا 2,500,000. مثلا یارو تبر حلال خور نه، ولی تبر یک کوچولو حلال خور اینو میده 200 تومن. شما میگی آقا اکانت خوبه 200 تومن، میری میخری بلاکت میکنی 200 تومن میری داخل جیبش. اما یکی داریم اکانت لول 5 میگه مثلا 10 میلیون، اکانت لول 2 لول 5 اصلا بگو اکانت مزخرف و 10 برابرش میکنه، یا اکانت خوب قیمتش میاره پایین. و خیلی بچه داخل دیوار بهتون واقعا پیشنهاد میدم نرید داخل دیوار اکانت خرید، چون که واقعا 90%شون شبرنه. و تنها چیزی که میتونم به اعتماد داشته باشین یعنی مثلا که بریم مثلا یه جایی رو هماهنگ کنین، برین کنار اون طرف معامله کنین، اینطوری خیلی بهتره. باز نمیتونی اعتماد کنین، مثلا بری کنار طرف حضوری معامله کنین، از پشت گوش اصلا نمیشه. و اگه شد اونایی که شما داشتن یه زنگ ریس بزنین، پس من اگه پارت 2 هم میخواید داخل کامنت بگید و همین دیگه. بریم سراغ ویدیو. خودم زدم تهران شهر رو و آقا ما اینجا سرچ می‌کنیم فری فایر و بریم. همین اول می‌بینیم 100,000 تومان بندیت داره 100 تومان. بریم ببینیم چیه جلو. خب نوع کالا اکان مایل به معاوضه نیستم، قیمت 100 تومان مکتوب. و ما ببینیم چی داره اکانش 100,000 تومان. یه بندیت داره با آجی، این امکان داره تبر باشه، امکان داره نداره. آخه اکانت بگو خامه فقط بندیت داره. حرفی ندارم و شماره تلفن مخفی شده. فروش فقط با واسطه نمیام. با واسطه نمیای خب یعنی چی؟ یعنی چی واسطه نمیای؟ حالا نمیدونم. اکانت فری فایر وای، اکانت فری فایر نوب، اما این چیش اکانت خوب؟ اکانت فری فایر 80,000 تومان و فری فایر 80,000 تومان. ببین نظری ندارم راجبش. چی؟ 780 تومان مکسو. میخوام فری فایر رو پاک کنم، گذاشتم بفروشم با کمترین قیمت. چی داره تو بخوای بگی 80,000 تومان؟ میارزه بچه. میخوای یه اکانت جدی بگیرم سوارم به یارو زنگ بزنم تو تماس داره. شما تلفن خودتون رو وارد اوکی بذار رو بلنگو، امیدوارم که جواب بده. فقط شماره که مورد نظر اشغال است. تا دو اکانت پاوجی فری فایر با 360 یوسی تو دیگه خیلی سرده بود است. 3,000 تومان این دیگه خیلی ساده. مگه هیرو رو قیمت کان میاره؟ تو رفت عکس هیروی سیاستنه که تو برام فرستادی عکس بگی تو من میخوام چی کار؟ اکانت ها رو باید به تو روبیکا پیام بدی. شما تلفنم مخفی شده. تا دو اکانت پابجی با فری فایر خب چرا تا دو اکانت پابجی و فری فایر با 360 یوسی، یعنی شما یعنی به شما دو تا اکانت پابجی میده و یه اکانت فری فایر شما به 360 یوسی میدی. فری فایر فروش 300 تومن. بابا خود نه شماره تلفن بذار دیگه. تگزیمت فقط واسه علی وینستون، شما از خودش خریدن واسه خودش. من حضوری هم میام. این تبر نیست. گاناش خوبه. آقا جی شماره تلفن رو میذاشتی زنگ بزنم بده. آقا اینا که شماره تلفن نمیذارم واقعا بهشون میخوره تبر باشن. خب باباش حرف بزنیم. میخواستم ایستگاه کنم، اینو خوب می‌خواستم ایستگاه بگیرم، قیمتش هم خوب. آخه اکانت فری فایر 100 تومن این 6-7 میلیونی هست. من صداقت قیمت گذاری اکانت صفرم. دوت همه گاناش هم مکس دیگه، 6 همون مکس حساب میشه 100,000 تومن. بعد این قول میدم تبره. این همون تبر حلال خور هست. تبر حلال خور نیستن ولی مایل به معاوضه. میخوای با چی معاوضه کنی؟ سعادت اکانت فری فایر با قیمت بالا هر کی خواست پیم بده. بچه این اکانت ببینم چی داره.
350 چه خبره؟ این چیزی نداری؟ پارفال لول 1 داره، چیزی نداره تو بخوای اینقدر قیمت بذاری 350 تومن. حاجی من این سماس گذاشته شماره از کی داره دقیقه 150 تومن دیگه. چی داری تو توی شاتگون 150 این 200 میره؟ نه نمیده، من نظر نره، ولی اینایی که شماره نه این اکانت فری فایر گاده من دنبال شماره فری فایر تا 80 تومن شماره تلفن مخفی اکانت فری فایر فروشی. اگه فری فایر خیلی گاده 170 تومن مقطوع. توضیحش نمیشه اکانت خیلی گادی است، دارم ارزون میدم پول لازممه. یو ام پی ساکورا شاتگان دارو لمبی 40 لول 3 لول 4 لول 61 دنس ورود گاد 25 دنس. این گاد چی افتاده رو زبونم؟ اکانت فری فایر فری فایر اکانت قدیمی من چیا داره قدیمی نمیاره 600 تومن نمیاد. اطلاع تماس. الو سلام بفرمایید. سلام داشت وقتت بخیر خوبی؟ مرسی. داداش راجع به این آگهی فری فایر که گذاشته بودی اکانته من توضیحات همینا رو خوندم دست در نکنه، فقط من این سوال دارم ازت بیزنم. گفته بودی اکانت قدیمیه، من میخواستم مثلا که چیا قدیمی داره؟ من اکانت رو چک کردم خیلی خوب، فهم میشه بیزنم چیا قدیمی داره؟ اسکین یخش قدیمیه، بعد الیتاشو نگاه کنی الیتای اول دارم بازی میکنم. آها از اون الیتا اول. آخه این اکانت رو نگرفتم ولی مثلا چیزاش قدیمیه دیگه، اکانت قدیمیه. آیدیش هم نگاه کنی آیدی قدیمه. اوکی 600 تومن. آخه این اکانت برای خودم نه برای پسرم میخوام. بعد شما تهران درسته؟ آخه پسرم بعد حضوری هم انجام میدید؟ حضوری اگه میتونید یا من پرندم. آها کرجی. آخه نه خودم میدونم برای خودم نمیخوام، برای پسرم میخواستم، اون خودش تهران هستن. خب اکانت خیلی خوبه، قیمتش هم خوبه. من خودم به پسرمون زنگ میزنم که دیگه باتون تماس بگیره. آخه میخواستم ببینم چیا قدیمی داره. دستم در نکن. مرسی مرسی خدا. ببین آدم مهربونیه ولی بیای قبول کنی 600 زیاده. اسکین یخش قدیمی دقیقا یک تاپاپ یه سال پیش بود. کجا این قدیمیه؟ این یه سال پیش تاپاپ بود. این دارم فشار میخورم. اکانت فری فایر فول لژندری 400 تو. این تبره هری داره، فونتون داره، کبرا داره، اون هم چیزی رو داره، اولین کو داره، فول الیت هم هست و گانوش و ایکی و امپی نده به چند نزده. بعد اسکار لول 4 امده لول 5 رودبکر لول 3 یو ام پی لول 4 ام پی 5 لول 3 400 تومن درساشو نگو. این تبره. توجه کنید این قیمت فقط برای امروز به دلیل آخر نکن موجود لول 3 سیو جیمل سرور خاور بدون مزاحم تک سیو جیم در حال تغییر الیت از تو فول قیمت 409 بیا با هم بریم چند از فری فایر بازی کن. دو زیر پود اصلا میاد میرم زنگ میزنم میگم عکس اینا رو نداشتی لباس چی داریم زنگ بزنم اطلاع تماس قیمت 500 تومن مای محافظه هم هست. بریم جواب از پس من بدم میاد خبرم کلاق این چی در حال عبادت شماره مورد نظر اشغال رد نکن دلغک. خوب دنساش اوگاناشو نذاشت 500 تومن. خود چه خدا نصب لباس نمیارزه 500,000 تومن. با عکس فیده با اسم اول موتور جدید رو داد. اول پولو میگیرم بعد میدم. الکی وقتم میگیر فیلم هم هست لول 50 میرم میپرسم گان لولی چی داره. فقط تا تماسم گساخته دمشم چقدر روند شما نمیبینی بچه ولی خیلی روند شمارش کنی.
جواب نمیده. صبر. تو خواب نه بابا، من دیگه یه رو به 12. نوع کالا و 50,000 تومان 110 تاشون بقیه‌شون بپرسه با تشکر. جیم فریفا و معتبر میام میپرسم با آیدی یا با اطلاعات. بعد 220 اوکی بریم ببینیم این یارو اصلا چه پیشوازیه؟ جواب بده. آره داشت ببخشید پشت خرید داشتم، ببخشید قطع کردم. مرسی. داشت گفته بودین که 110 تا جا میشه 50 تومن 220 و 100 تومن درسته؟ آره من یک کام دارم مثلا 500 تا دارم. 500 تا میخواد برای همین میخوام. 500 تا چقدر میشه؟ 500 تا داشت واسه حساب کنم فکر کنم 210 تومن 210 تومن. آها اوکی. بعد این یا با آیدی یا با اطلاعات؟ با آیدی. با اطلاعات میخوای گرونتر. با اطلاعات گرونتره درسته؟ بعد آفر $1 و $2 اینا هم میزنین درسته ماهانه هفتگی؟ آره. آها پس دستتون در نکنه. من میخوام فقط آفر $1 داشتم برای امروز. یه 2 ساعت دیگه بهتون تماس میگم یه آفر $1 میخواستم. آفر یه 40 تومنه. 40 تومن آفر داری. خب داخل روبیکای جایی هست پیام بدم؟ آره روبیکا داره. آها خب بیدم من آیدیشو میگی لطفا؟ آیدی چیه؟ آیدی روبیکاتون. آخه میخواستم پیام آقا همه شماره‌مو داری که سه؟ راستی سرچ میکنم داخل روبیکا. دستون در نکنه. مرسی. مرسی. خدا اکانت ریورس شما رو باشه 150 تومن مقطوع. وای مقطوع چقدر 150 تومن نمیارزه. یه بوداپست داره با 20 ساله. من باید به این زنگ بزنم. پیش بازار رو همه گذاشتم. اوه خوش قبلی زنگ زد. الو سلام داشت وقتت بخیر. برای آگهی دیوارتون مصاحبه شده بودم که گذاشته بودید. بچه گفته بود اکانت شما 150 تومن بود درسته؟ بعد بخشی میخواستم بگم که طبق چیزی که اینجا گفتید شما گفتید مقطوع 150 تومن درسته؟ بعد با واسطه میای یا نه؟ واسطه میای. خب والا من خودم واسطه روبیکا داری؟ من واسطه کسی نمیشناسم. تو میشناسی؟ خب واسطهش کیه؟ چون من رفیقا من اصلا تو کار واسطه نیستم. حالا تو واسطه کی میشناسی؟ آها بعد 150 تومن میخواستم لطفا ببینم گاناش چطوره؟ اصلا گاناش چطوره میخواستم ببینم چون اینجا نه زدی گان لولی نداری داشت؟ گان لولی نداری؟ آها اوکیه. ولی نه شما گفتین اول پولو بریزم بعد رمز جیمیل شما بگین درسته؟ من اوکی ام نیاز به واسطه ندارم. اول پولو میریزم بعد شما بدین. فقط در حالت کارت من 125 تومنه 150 تومن نیست. تو هم تا یه هفته دیگه گیرم بیاد. شما گفتید 150 تومن مقطوع. من تو کارم 125 تومنه. نمیتونی فعلا 125 تومن. آها اوکی داداش من باید هماهنگ میکنم دیگه. شما رو دارم سیوت هم میکنم این شده دیگه چون که الان خونه فامیلم دیگه ساعتای عصر اینا میرم سمت خونه خودمون کنار آبرمان دیگه بهت میگم دیداش. اوکی دمت گرم. مرسی فعلا خلاص. به این میگن آدم حلال خور. این تبر نیست فقط قیمتش والا. گفت 120 هم قبول میکنم. خیلی پسر خوبیه. دمتون گرم. مرسی که اونجا این دور دیدید بچه. اگر دوست دارید که پارت 2 شم بذارم چون خیلی واقعا حال کردم با این پارت و پارت 2 شم حتما تو کامنت بگید. من خودم به شخص پایم که حتما پارت 2 شم بگیرم. مرسی که اونجا این دور دیدید. فعلا خدا